به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و نوستالژی شروع میکنیم. هایدی، عاشقانه های کلاسیک، نویسنده یوهانا اشپری، مترجم فاطمه شکری، انتشارات آتش در قم در نوبت چاپ دوم در سال 1398 این کتاب رو چاپ کرده. خب نیازی به گفتن این لحظه نیست که شما حتما فیلمش رو دیدین، حتما کارتونش رو دیدین و حتما سریالش رو دیدین، اما شاید خیلی ها کتابش رو نخونده باشین. با من همراه باشین تا با هم کتابش رو ورق بزنیم. فصل اول. بالای کوه در کلبه عمو عالم. شهر قدیمی و کوچک مینفلد در جای بسیار زیبایی واقع شده. منطقه‌ای در معرض بادهای ملایم و پوشیده از چمنزارهای سرسبز که تا دامنه کوه‌ها کشیده شده‌اند و به ارتفاعات بلندی که چشم‌انداز زیبایی از یک دره دارد منتهی می‌شود. همانطور که از کوه بالا می‌روی به تدریج شیب آن تندتر شده و پوشش گیاهی کمتر می‌شود تا اینکه به قله کوه می‌رسد. ولی در این مسیر رایحه خوش گلها و گیاهان و چمنزارهای کوتاه مشام هر رهگذری را نوازش می‌دهد. صبح آفتابی و صاف یکی از روزهای ژوئن، دو نفر در حال بالا رفتن از جاده باریک کوهستانی بودند. یک دختر قد بلند و چابک و دیگری دختر بچه‌ای که دستش را به او داده بود. گونه‌های دختر بچه از فرط گرما چنان برافروخته و قرمز شده بودند که حتی در تاریکی هم دیده می‌شدند. البته زیاد هم تعجب آور نبود، چون علیرغم آفتاب داغ ژوئن دخترک طوری پوشانده شده بود که انگار می‌خواست از سرمای شدیدی جان سالم به در ببرد. او بیشتر از 5 ساله به نظر نمی‌رسید، هرچند به سختی می‌شد این را تشخیص داد، چون 2 یا 3 لباس را از روی هم پوشیده و یک شال پشمی ضخیم قرمز رنگ هم به خود پیچیده بود، طوری که جثه نحیفش خیلی بیریخت دیده می‌شد و با آن پاهای کوچکش در چکمه‌های کوهستانی سنگین در آن گرما به زحمت و سختی از مسیر بالا می‌رفت. آن دو بعد از 1 ساعت پیاده روی به دهکده‌ای معروف به دفلی رسیدند که در نیمه راه کوهستان قرار داشت. از آنجایی که اینجا زادگاه دختر بزرگتر بود، همسایه‌ها با دیدن آنها از در و پنجره و اطراف آنها را صدا می‌زدند و احوالپرسی می‌کردند. دخترک جوابشان را نمیداد، هرچند برای پاسخ به خوشامدگویی و سوالات دوستش ایستاد، ولی بعد از آن بدون لحظه توقف به راه خود ادامه داد تا به آخرین خانه‌های دهکده رسید. در آنجا از دری صدایی شنید که میگفت: یک لحظه صبر کن دتی، اگر میخواهی بالا بروی من هم با تو میآیم. دتی با شنیدن این حرف ایستاد و دختر بچه بلافاصله دست او را رها کرد و بر روی زمین نشست. دتی از او پرسید: خسته شدی هایدی؟ دختر بچه جواب داد: نه، گرمم است. دتی با لحن تشویق کننده گفت: ما به زودی به قله میرسیم. اگر تو قدم‌های بلندتری برداری و کمی تندتر راه بروی تا 1 ساعت دیگر آنجاییم. آنها به زن قوی بنیه‌ای که به نظر آدم خوبی می‌رسید پیوستند و به راه خود ادامه دادند. آن دو آشنای قدیمی خیلی زود شروع به صحبت درباره همه چیز و همه کس در دفلی کردند و دختر بچه پشت سرشان به راه افتاد. زن تازه وارد از دتی پرسید: با این بچه کجا می‌روی؟ به نظرم دختر خواهر مرحومت است، نه؟ دتی جواب داد: بله، من او را پیش عمو میبرم، او باید آنجا بماند. دختر بچه: پیش عمو عالم بماند؟ تو باید عقلت را از دست داده باشی. دتی: چطور میتوانی چون این کاری انجام دهی؟
هرچند پیرمرد خیلی زود تو را بیرون کرده و نقشه‌ات را نقش براب می‌کند. او نمی‌تواند این کار را بکند. بالاخره پدر بزرگش است. باید کاری برای دخترک انجام دهد. من از بچگی تا الان از او نگهداری کردم و حالا می‌توانم چون این چیزی را از عمو بخواهم باربل و نمی‌خواهم به خاطر این بچه موقعیت کاری خوبی که به من پیشنهاد شده را از دست بدهم. او باید به عنوان یک پدر بزرگ وظایفش را انجام دهد. باربل با صمیمیت اظهار کرد اگر او هم مثل سایر مردم بود مشکلی وجود نداشت، ولی تو می‌دانی که او چطور است. چطور می‌تواند از یک بچه مراقبت کند؟ آن هم بچه‌ای به این کوچکی. امکان ندارد این بچه بتواند با او زندگی کند. حالا این کاری که پیدا کرده‌ای کجا هست؟ بتی جواب داد یک جای بسیار خوب در فرانکفورت. پارسال تابستان در هتلی که کار می‌کردم خانواده‌ای بود که وقتی شنا رفته بودند من از اتاق‌هایشان مراقبت می‌کردم و آنها از من خوششان آمده بود و خواستند که با آنها بروم، ولی من نتوانستم هایدی را ترک کنم. حالا همان خانواده امسال دوباره برگشته و من پیشنهاد کار در منزلشان را کردند و من می‌خواهم قبول کنم. تو هم اگه جای من بودی چنین تصمیمی نمی‌گرفتی؟ باربل با حالت متأثر و بغض‌زده گفت خوشحالم که جای این بچه نیستم. هیچکس درباره نحوه زندگی پیرمرد در بالای کوه چیزی نمی‌داند. او با کسی کاری ندارد و سال تا سال قدم به کلیسا نمی‌گذارد و هر وقت هم که با آن عصای بزرگش از کوه پایین می‌آید همه از سر راهش پراکنده می‌شوند. قیافه او با آن چشمان بی احساس و ابروهای خاکستری کلفت و ریش پرپشتش به حد کافی ترسناک است. او شبیه سرخپوستا و قبایل وحشی قدیمی است و کمتر کسی جرأت دارد به تنهایی با او روبرو شود. بتی با بی‌اعتنایی گفت خب که چی؟ او یک پدر بزرگ است. درست مثل همه پدر بزرگ‌ها و باید از نوه‌اش مراقبت کند. او به هایدی آسیبی نمی‌رساند و اگر هم این کار را بکند خودش مسئول است، نه من. باربل با لحن پرسشی ادامه داد خیلی دوست دارم در مورد او بدانم اینکه باطن پیرمرد چطور است و چرا مانند یک آدم منزوی در بالای کوه زندگی می‌کند و به سختی در بین مردم دیده می‌شود. مردم در مورد او همه چیز می‌گویند. دتی مسلماً تو در مورد او از خواهرت چیزهای شنیده‌ای، اینطور نیست؟ حق با توست، من میدانم، ولی نمیخواهم حرفهایی را که شنیدم تکرار کنم. اگر به گوش او برسد تلافی میکند. باربل خیلی وقت بود که میخواست در مورد ویژگی‌های عمو عالم اطلاعاتی به دست بیاورد، چون نمیدانست که چرا پیرمرد از سایر افراد کینه دارد و به تنهایی و دور از مردم زندگی میکند، یا چرا مردم پشت سر او حرف میزنند، انگار میترسند در مقابلش چیزی بگویند و تمایلی به ارتباط با او ندارند. علاوه بر این باربل میخواست بداند چرا در درفلی همه او را عمو عالم صدا میکنند. او که نمیتواند عموی همه افرادی که در آنجا زندگی میکنند باشد. با وجود این او هم طبق یک رسم قدیمی وی را عمو صدا میزد. باربل بعد از ازدواجش فقط در درفلی زندگی کرده بود که البته زمان زیادی نبود. قبلا خانه او در پایین پراتیگو بود. برای همین او در مورد اتفاقاتی که در درفلی افتاده بود اطلاعی نداشت و همسایه‌ها و افرادی که اهل درفلی بودند را به خوبی نمی‌شناخت. بتی در روستای درفلی به دنیا آمده بود و با مادرش در آنجا زندگی می‌کرد و بعد از مرگ او به راگات رفته و به عنوان خدمتکار در هتل بزرگی مشغول به کار شده بود. و امروز صبح او با یک بچه از راگات به اینجا آمده بود و حالا باربل که خوب می‌دانست نباید این فرصت طلایی را از دست بدهد به آرامی بازوی دتی را گرفت و گفت دتی کاش همه چیز را در مورد پیرمرد به من می‌گفتی. می‌دانم که تو از کل داستان خبر داری. خب او چه خطایی مرتکب شده که همیشه مردم گریز بوده و دور از جمع زندگی می‌کند؟ من نمی‌توانم بگویم که او همیشه اینطور بوده، چون او 70 ساله هست و من فقط 26 سال دارم. پس انتظار نداشته باش که از جوانی او هم خبر داشته باشم. حالا اگر قول بدهی که چیزی به مردم پراتیگو نمیگویی، هر چیزی که در مورد او میدانم به تو میگویم. مادر من و او اهل داملش بودند.
باربر با دلخوری گفت منظورت چیست دتی؟ مردم پراتیگو در مورد دیگران غیبت نمی‌کنند. من هم هر وقت لازم باشد جلوی زبانم را می‌گیرم. دتی با لحن هشدار دهنده گفت خیلی خوب، من همه چیز را به تو میگویم، فقط یک لحظه صبر کن. و بعد به پشت سرش نگاهی انداخت تا مطمئن شود که دختر بچه در آن نزدیکی نیست که حرفهایشان را بشنود. بچه در آنجا نبود. آن دو چنان سرگرم صحبت شده بودند که متوجه نبود دختر بچه نشده بودند. مطمئناً خیلی وقت بود که به دنبال آنها نمی آمده. دتی ایستاد و به اطراف نگاه کرد. اما در آن مسیر به جز چند تا پیچ که از آن بالا تا درفلی دیده میشد چیزی به چشم نمیخورد. ناگهان باربر فریاد زد من میبینمش، آنجا رو ببین. و بعد به مکان دوری از کوهپایه اشاره کرد و ادامه داد او دارد با پیتر و گله بزهایش از آن طرف تپه بالا میآید. تعجب میکنم امروز چرا پیتر اینقدر دیر کرده است. البته این برای ما خوب است چون او میتواند مراقب بچه باشد و تو میتوانی راحت‌تر همه چیز را برایم تعریف کنی. دتی گفت مراقبت از او برای پیتر کار سختی نیست. هایدی خیلی باهوش است و با اینکه 5 سال دارد حواسش جمع است. او به همه چیز دقت میکند. برای این خوشحالم و با خیال راحت میتوانم او را پیش عمو عالم بگذارم. چون عمو به جز 2 تا بز و کلبه چیز دیگری ندارد. باربر پرسید او قبلا چیز بیشتری داشته؟ دتی با هیجان جواب داد اوه فکر میکنم اینطور باشد. او زمانی مالک یکی از بزرگترین زمینهای داملش بوده و یک برادر کوچکتر از خودش داشته که مرد آرام و منظمی بوده. در صورتی که عمو عالم اهل بازی و گشت و گذار بوده و با غریبه‌ها و افراد ناشایستی مراوده داشته تا اینکه تمام دارایی‌اش را در قمار از دست می‌دهد و پدر و مادرش از غصه در زمان کوتاهی یکی پس از دیگری می‌میرند. برادر کوچک هم که به گدایی افتاده بوده با عصبانیت او را ترک کرده و به جایی می رود که هیچ کس نمی داند. عمو هم که خودش می دانست چیزی به جز بدنامی برایش نمانده ناپدید می شود. برای مدتی مکان او نامشخص بود تا اینکه بعدها عده‌ای با خبر می شوند که او به عنوان سرباز به ناپلس رفته بوده. بعد از آن به مدت 12 یا 15 سال خبر زیادی از او نمی شود ولی بعداً به همراه پسر بچه‌ای به داملش می رود. هرچند همه درها به روی او بسته بود و هیچ کس دوست نداشت با او رابطه‌ای داشته باشد. او با این رفتار بدتر شده و قسم می خورد که دیگر هیچ وقت قدم به داملش نمی گذارد. و بعد از آن به درفلی می آید تا با پسر کوچکش به زندگی ادامه دهد. همسر او احتمالاً از گریسون ها بوده و کمی بعد از ازدواجشان مرده بود. آنها نمی توانستند بدون پول زندگی کنند. برای همین پسرش توبیاس به عنوان شاگرد نجاری مشغول کار می شود. او پسر خوبی بوده و با اهالی درفلی با مهربانی رفتار می کرده. هرچند پیرمرد مشکوک به نظر می رسیده و شایع شده بود که او را مجبور کردند تا از ناپلس فرار کند یا اینکه با او بدجور برخورد کرده بودند. گویا او در یک نبرد ناعادلانه یک نفر را کشته بود. هرچند ما به خاطر نسبت خانوادگیمان او را رد نکردیم. مادر بزرگ مادرم دختر عموی او بوده. برای همین ما به او عمو میگوییم و چون ما از طرف پدرم با اهالی درفلی فامیل هستیم همه به او عمو میگویند و از وقتی او برای زندگی به کوههای عالم رفته همه او را به اسم عمو عالم صدا میزنند. باربل که با اشتیاق تمام به حرفهای دتی گوش میکرد پرسید پس برای توبیاس چه اتفاقی افتاد؟ دتی جواب داد یک لحظه صبر کن به آن هم میرسم. من که نمیتوانم همه چیز را یک دفعه بگویم. توبیاس در ملز تجارت را آموخت و بعد از گذراندن دوره شاگردی به درفلی برگشت و با خواهرم آدلاید ازدواج کرد. آنها عاشق یکدیگر بودند و زندگی خوبی در کنار هم داشتند. ولی خوشبختیشان زیاد طول نکشید. 2 سال بعد از ازدواجشان در محلی که توبیاس کار میکرد یک تیراهن بر سرش افتاد و مرد. وقتی آدلاید جسد بیجان همسرش را دید خیلی ترسید و از شدت غم و اندوه دچار تب شدیدی شد که حالش هرگز خوب نشد. او خیلی حساس شده بود و هذیان میگفت طوری که کسی نمیدانست که آیا او خواب است یا بیدار. و بالاخره 2 ماه بعد از مرگ توبیاس
او هم مرد. سرنوشت غمبار آنها موضوع صحبت همه مردم دور و نزدیک شده بود. همه میگفتند مرگ آن دو مجازات خطاهای عمو عالم بوده است. بعضی‌ها حتی زمانی که او را می‌دیدند این را می‌گفتند. کشیک هم تلاش کرد تا او را آگاه کند و به او نصیحت کرد که توبه کند. ولی پیرمرد خشمگین‌تر و سنگدل‌تر شد و با هیچ کس صحبت نکرد و همه او را از خودشان راندند و او با حس کینه نسبت به همه به کوههای عالم رفت تا به تنهایی در آنجا زندگی کند. من و مادرم از بچه آدلاید نگهداری کردیم، ولی وقتی مادرم مرد و من سر کار رفتم به ارسل پیر که در ده بالایی زندگی میکرد پول دادم تا از او مراقبت کند. زمستان را در هتل کار کردم و چون خیاطی و بافندگی بلد بودم پیدا کردن کار برایم زیاد سخت نبود. و اوایل بهار همان خانواده‌ای که قبلا در هتل خدمتکارشان بودم از فرانکفورت برگشتند و دوباره از من خواستند که با آنها برم. ما فردا می رویم. این برای من یک فرصت شغلی عالی است. باربر با لحن سرزنش‌باری گفت: و تو می‌خواهی بچه رو در اینجا پیش این پیرمرد بگذاری؟ حرف‌های تو مرا شگفت زده می‌کند. تو چطور می‌توانی این کار را بکنی دتی؟ دتی جواب داد: منظورت چیست؟ من وظیفه‌ام را در قبال این بچه انجام دادم. الان می‌خواهی من چه کار کنم؟ مسلماً من نمی‌توانم یک بچه 5 ساله را با خودم به فرانکفورت ببرم. الان تو کجا می‌خواهی بروی باربر؟ ما وسط راه عالم رسیدیم. باربر جواب داد: ما دقیقاً جایی رسیدیم که من می‌خواستم. من باید با همسر چوپان صحبت کنم. او زمستان برایم ریسندگی کرده بود. خداحافظ دتی، موفق باشی. دتی با دوستش دست داد و در آنجا ایستاد تا باربر به سمت کلبه قهوه‌ای تاریک و کوچکی که کمی دورتر از مسیر اصلی قرار داشت رفت. آن کلبه در نیمه راه کوه عالم واقع بود و جزئی از درفلی به حساب می آمد و از آنجایی که او از وزش باد در امان بود جان پناه خوبی بود، چون اگر در معرض باد بود خراب می شد و حتی اگر قابل سکونت بود هنگام وزش بادهای جنوبی کوهستان همه وسایل داخل آن و در و پنجره ها می لرزیدند و تق تق می کردند و تیرهای قدیمی پوسیده آن صدا داده و می لرزیدند. اگر کلبه بالای کوه قرار داشت در اثر وزش باد سالم نمی‌ماند و بدون معطلی مستقیما به پایین دره پرت می‌شد. پیتر در اینجا زندگی می‌کرد. او پسری 11 ساله بود که هر روز صبح بزها را از دهکده می‌برد و در کوهستان رها می‌کرد تا از علف‌های آن منطقه بچرد. بعد از چرا پیتر همراه با حیوانات جست و خیز می‌کردند و می‌دویدند تا دوباره به درفلی برسند. در آنجا پیتر با انگشتانش سوت میزد و صاحبان بزها بیرون می آمدند و حیوانات خودشان را تحویل می گرفتند که اغلب دخترها و پسرهای کوچکی بودند که با شنیدن صدای سوت پیتر بیرون می آمدند. زیرا هیچ کدام از آنها از بزهای دوست داشتنی نمی ترسیدند. و این تنها زمانی بود که در طول کل ماه‌های تابستان پیتر می توانست با دوستانش بگذراند، چون بقیه وقتش را با گله حیوانات سپری می‌کرد. او با مادر و مادر بزرگ نابینایش زندگی می‌کرد و هر روز صبح زود کارش را شروع می‌کرد و دیر وقت از درفلی به خانه برمیگشت، چون تا جایی که می‌توانست در کنار بچه‌های دیگر می‌ماند و با آنها صحبت و بازی می‌کرد. بنابراین او زمان خیلی کوتاهی در خانه بود، آن هم برای خوردن نان و شیر صبحانه و شام مختصر، و بعد هم به رختخواب میرفت و استراحت میکرد. پدرش هم به اسم چوپان شناخته شده بود و در جوانی هنگام بریدن درخت به طور تصادفی مرده بود. مادرش بریجیتا نام داشت، ولی همه به خاطر صمیمیتی که داشتن او را زن چوپان صدا میکردند، در صورتی که همه همسایه ها پیر و جوان به مادر بزرگ نابینا مادر بزرگ می گفتند. دتی 10 دقیقه آنجا ایستاد و برای دیدن نشانه های از بچه ها و بزها به مسیرهای اطراف نگاهی انداخت، ولی چون چیزی دیده نمی شد به نقطه بالاتری رفت تا بهتر ببیند.
از آنجا توانست منظره کاملی از کوهستان و دره را خوب ببیند. در حالی که چهرهش سرشار از نگرانی بود، به نگاه کردن به اطراف ادامه داد. در این هنگام دید که بچه‌ها به صورت زیگزاگ در حال بالا آمدن از کوه هستند. چون پیتر مناطقی که برای چرای دامها خوب بودند و پوشیده از گیاهان و چمن بودند را می‌شناخت و در آنجا می‌ماند تا گله‌اش حسابی بچرد. دختر بچه بیچاره که از گرما و سنگینی لباسهایش خسته شده بود، نفس زنان و به سختی به دنبال پیتر می‌رفت. او چیزی نمی‌گفت، ولی با حسادت به پیتر نگاه می‌کرد که با شلوارک کوتاهی که به تن داشت و پاهای برهنه‌اش اینجا و آنجا دست و خیز می‌کرد و بزها هم با پاهای لاغرشان به دنبال او بر روی صخره‌ها و چمن‌ها می‌دویدند و از کوه بالا می‌رفتند. دختر بچه یک دفعه بر روی زمین نشست و خیلی سریع شروع به درآوردن کفش‌ها و جوراب‌های بلندش کرد و بعد هم کلاه و شال قرمزش را برداشت و بر روی زمین انداخت و سپس دکمه‌های لباسش را باز کرد و خیلی سریع آنها را درآورد. ولی هنوز تعدادی لباس به تن داشت، چون دتی برای حمل راحت‌تر لباس‌های مهمانی او را از روی یکدیگر پوشانده بود. هایدی آنها را هم درآورد. حالا که دیگر فقط یک زیرپوش به تن داشت، بازوهای لاغرش را با خوشحالی کشید و احساس راحتی کرد. او لباسهایش را تا کرد و کنار یک تکه سنگ کوچک گذاشت و بعد با جست و خیز به دنبال پیتر و بزها از کوه بالا رفت. پیتر قبلا توجهی نکرده بود که دخترک چطور پشت سر او راه می رود، ولی حالا که او با لباس راحت‌تری همراهش بالا پایین می پرید، لبخندی زد و برگشت به عقب نگاه کرد و دید که لباسها در کنار تکه سنگ کوچکی گذاشته شدند. پسرک هرچند چیزی نگفت، ولی از خنده نیشش تا بناگوش باز مانده بود. حالا که دختر بچه خیلی راحت شده بود، شروع به صحبت با پیتر کرد که مجبور بود به سوالات زیاد او جواب دهد. هایدی می‌خواست بداند که او چند تا بز دارد، با آنها کجا می‌رود و چه کار می‌کند. بالاخره آنها به همراه بزها به بالا رسیدند و به چشم خاله دتی دیده شدند. دتی با دیدن آنها فریاد زد: هایدی چه کار کردی؟ هیچ به خودت نگاه کردی؟ لباسها و شالت کجا هستند؟ کفش‌های نوعی که برایت خریده بودم و جوراب‌های نوعی که برایت بافته بودم. وسایلت رو چه کار کردی؟ تو چطور توانستی چنین کاری بکنی هایدی؟ لباسهایت را کجا گذاشتی؟ دختر بچه به نقطه‌ای در پایین کوه اشاره کرد و گفت: اون پایین هستن. دتی انگشت او را دنبال کرد و فقط توانست چیزهایی را که بر روی زمین افتاده بودند و شال قرمزی را که با آن دخترک را پوشانده بود ببیند. دتی با عصبانیت فریاد زد: تو لیاقت چیزی را نداری. چطور توانستی چنین رفتاری کنی؟ چطور خودت را لخت کردی؟ منظورت از این کارا چی بود؟ دخترک که به نظر نمی رسید از کار خودش پشیمان شده باشد گفت: من هیچ لباس نمیخوام. دتی با ناراحتی و لحظه سرزنش آمیزی ادامه داد: تو بچه بدبخت و بیفکری هستی. عقلت را از دست دادی. حالا چه کسی قرار است پایین برود و آنها را بیاورد؟ نیم ساعت راه هست. پیتر لطفاً سری برو پایین و آنها را برایم بیاور. همینطور آنجا نایست و اینطور به من خیره نشو که انگار به زمین چسبیده. پیتر بدون اینکه از جایی که ایستاده بود تکان بخورد و همانطور که دستهایش را در جیبهایش گذاشته بود و داشت به دعوای دتی گوش میکرد، به آرامی جواب داد: من دیرم شده. دتی گفت: خب تو که جایی نمیروی و همانجا ایستادی و خیره شدی، اما ببین اگر بروی و آنها را بیاوری این را به تو میدهم. و بعد یک سکه نو به او نشان داد که در نور آفتاب به پسرک چشمک میزد. پیتر فوراً به پایین کوه رفت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به کنار وسایل رسید و آنها را جمع کرد و زیر بغلش زد و دوباره خیلی سریع به بالا برگشت. دتی از او تشکر کرد و طبق قولش پول را به او داد. پیتر که قبلاً پیش نیامده بود چون این پولی گرفته باشد، آن را فوراً در جیبش گذاشت و چشمانش از خوشحالی برق زدند. دتی در حالی که داشت آماده میشد تا به بالا رفتن از کوه ادامه دهد گفت: اگر میخواهی تا کلبه عمو بیایی میتوانی وسایل ما را هم بیاوری. چون هنوز سربالایی تند پشت کلبه پیتر چوپان باقی مانده بود. پیتر با رضایت آن را قبول کرد و به دنبال دتی به راه افتاد. او
با دست چپش بقچه را برداشت و با دست راستش چوبش را برای بزها چرخاند. در حالی که هایدی و بزها ورژه کنان و با خوشحالی در کنار او به راه افتادند، بعد از 3 ربع ساعت بالا رفتن از کوه آنها به قله کوه آلم رسیدند. کلبه عمو بر روی یک صخره ساخته شده بود و در مقابل باد قرار داشت و نور خورشید بر روی آن میتابید و پایین دره از آنجا کاملا دیده میشد. پشت کلبه 3 درخت صنوبر بلند و تنومند وجود داشت که شاخه‌های آن هرس نشده بودند. کمی دورتر صخره‌هایی دیده می‌شدند که از چمن‌ها و گیاهان زیبایی پوشیده شده بودند، اما در قسمت‌های بالا صخره‌هایی وجود داشتند که تنها چند تا بوته داشتند و بعد به تخت سنگ‌هایی می‌رسیدند که به پرتگاه‌های پرشیب و عریان منتهی می‌شدند. عمو در مقابل کلبه در طرف رو به دره نیمکتی گذاشته بود. او در حالی که روی نیمکت نشسته بود و پیپش را به دهان گرفته بود، دستانش را بر روی زانوهایش گذاشته و مشغول تماشای بچه‌ها و بزها و خالدتی بود که به سختی حرکت می‌کرد. هایدی اول از همه بالا رسید. او مستقیما به سمت پیرمرد رفت، دستش را دراز کرد و گفت: عصر بخیر پدر بزرگ. پیرمرد همانطور که به تندی با دخترک دست میداد و از زیر آن ابروهای کلفتش به دقت به او زل زده بود، با لحن خشنی پرسید: خب این یعنی چی؟ هایدی هم در جایی که ایستاده بود به او خیره شده بود، چون پدر بزرگ ریش بلند و ابروهای خاکستری کلفتی که داشت تا روی دماغش رشد کرده و بیشتر شبیه یک بوته بودند که به نظر هایدی چیز جالبی میرسید و او نمیتوانست از آن چشم بردارد. در این هنگام دتی هم از کوه بالا آمد. پیتر هم که میخواست ببیند چه اتفاقی میافتد بعد از او آمد. دتی همانطور که به سمت پیرمرد میرفت گفت: روز بخیر عمو، من بچه توبیاس و آدلایت را آوردم. حتما به سختی او را بیاد میآورید چون از 1 سالگی او را ندیدید. پیرمرد پرسید: خب این بچه در اینجا با من چه کار دارد؟ سپس رو به پیتر کرد و گفت: تو آنجایی؟ چرا اینقدر دیر کردی؟ برو بزهای من را بیاور. پیتر فوراً اطاعت کرد و زود رفت. چون پیرمرد نگاهی به او انداخت که او احساس کرد نباید بیشتر از این در آنجا بماند. دتی جواب داد: بچه را آوردم تا با شما بماند. فکر می‌کنم من در مدت 4 سال وظیفه‌ام را انجام دادم و حالا نوبت شماست که از او مراقبت کنید. پیرمرد همانطور که با چشمان شعله‌وری به او نگاه می‌کرد گفت: پس اینطور اگر بعد از تو بهانه بگیرد و گریه‌زاری کند چاره چی؟ بچه‌های کوچک از این کارها زیاد می‌کنن. آن وقت من با او چه کار کنم؟ دتی جواب داد: این مشکل شماست. فقط می‌دانم وقتی که چند سال پیش تنها بر روی دستانم ماند، بدون هیچ گله و شکایتی از او نگهداری کردم و به اندازه کافی همانقدر که وظیفه من و مادرم بود از او حمایت کردیم. حالا من باید بروم و به فکر مخارج زندگی خودم باشم و شما تنها خویشاوند این بچه هستید. اگر نمیتوانید از او نگهداری کنید، هر کاری که دوست دارید انجام دهید. هر اتفاقی هم برای او بیفتد شما مسئول آن خواهید بود. من مطمئن هستم که نمیخواهید بیشتر از این عذاب وجدان داشته باشید. وجدان دتی به خاطر کاری که انجام میداد خیلی هم راحت نبود و احساس میکرد که خیلی تند رفته و بیشتر از آنچه که میخواسته حرف زده بود. بعد از اینکه او آخرین حرفش را زد، عمو از جایش بلند شد و چنان نگاهی به دتی انداخت که او از ترس 1-2 قدم به عقب رفت. سپس پیرمرد در حالی که دستش را دراز کرده بود با لحن آمرانه‌ای به او گفت: ساکت شو، فوراً برگرد به همان جایی که آمده‌ای و نگذار 1 بار دیگر چشمم به تو بیفتد. دتی دیگر منتظر نماند و از عمو و هایدی خداحافظی کرد. سپس خیلی سریع از آنجا دور شد و از کوه پایین رفت. چنان با سرعت میرفت که خیلی زود خودش را دوباره در درفلی یافت. چنان سراسیمه راه میرفت که گویی یک اسب تیزپا او را دنبال کرده بود. دوباره سوالاتی از اطراف به گوشش رسید. چون همه دتی را میشناختند و از زندگی بچه آگاه بودند و همه متحیر بودند که او چطور میخواهد با پیرمرد زندگی کند. از همه در و پنجره ها صدایی می آمد: بچه کجاست؟ او را کجا رها کردی دتی؟ و دتی با بیمیلی زیادی جواب میداد: آن بالا پیش عمو عالم. با عمو عالم. قبلا به شما نگفته بودم؟ زنهای ده او را سرزنش میکردند. یکی فریاد میزد: چطور توانستی این کار را بکنی؟ و دیگری میگفت:
فکرش رو بکن، بچه بیچاره را آن بالا گذاشتی و همینطور که دتی قدم برمی داشت دوباره و دوباره صداهایی می آمد. طفلک بیچاره، بچه بیچاره. دتی شروع به دویدن کرد و وقتی صدایی به گوشش نرسید خوشحال شد. در حقیقت خودش هم به خاطر این کار ناراحت بود، چون مادرش موقع مرگ از او خواسته بود تا مراقب هایدی باشد. هرچند دتی خودش را با این فکر آرام می‌کرد که اگر درآمد بیشتری داشته باشم می‌تواند کارهای بیشتر و بهتری برای هایدی انجام دهد و فکر کردن به این موضوع که از مردمی که در کارهایش دخالت می‌کنند دور می‌شود او را سرزنده می‌کرد و بیشتر از این خوشحال بود که حالا آزادانه می‌تواند دنبال شغل خوبی که به دست آورده برود. و این کتاب بسیار طولانی هستش، شامل 23 فصله که امیدوارم این کتاب رو بگیرید. هرچند که فیلمش و کارتونش رو دیدید ولی نثر زیبایی داره این کتاب و مطالعه کنید. همچنان که من این کتاب رو میخوندم کارتون هایدی از جلوی چشمام عبور میکرد و کاش برای شما هم همینطور باشه. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدار.